سلام علیکم هموطنان اهل اسلامی. برای من کمک کنید. غریب بچه ها، دختر من کسلی غمگین است، این حال در بیمارخانه ام. شرایطی ندارم که من این را تبابت کنم. ای شما خواهانم که برای من کمک کنید، برای همین طفل بیگناه کمک کنید. 3 فرزند دیگریم انتظار مادرش که کی مادرش ای دختر خانه میره. غریب بچه ها، التماس میکنم از شما به من کمک کنید. سلام علیکم هموطنان غریب. من فهمیدم که همین آدمای کم ضعف در محتاج در یاردم میکنیم. برای هم خواستم که مراجعت کنم. همین بوده که من 10 ماه میشود که با کسلی در سرش آب دارن میگن، اما در گرفتار من ندارم که شرایط ندارم همیره تبابت کنم. شرایطم از بینای خانه و در ندارم، چون در روسیه بالای چی افتیدن، کلشان معیوب شد، پاچشان معیوب شد. باور نکنین اینا روین خانه های مرا سیامکه کنه بینه. من به یاردن شما محتاجم غریب بچه های عزیز. التماس میکنم که به من یاردم کنه. من این عین حال در قربالا در 11 کارپوس قرار دارم. طول 15 روز شد 18 ینور آمده بودم. این حالم خواهد بودتون. التماس میکنم اشمایان یاردم کنه. شرایط ندارم من. اونا خانه هم ای جاش میچکه. ای درونی خانه هم نشان میتون. این خانه همسایه من. این سرفیکت هم نداره خونم.